همه ما دست بازی مثل کالاف، پابجی، فری فایر و بازی دیگه این شکلی رو بازی کردیم که خیلی بهمون حال داده. اما وقتی اعصابمون از دست این بازی ها خوب میشه و به حد شدیدی فشاری میشیم، باید چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ یه سری بازی آرامش بخش. توی ویدیو امروز اومدم یه سری بازی آرامش بخش خفن بهتون معرفی کنم که موقعی که اعصابتون خورده میتونید بازی کنید و لذت ببرید. لیتس گو، بزن بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، بازی اول که بازی آلتوس اودیسی هستش که بازی جذاب و هیجانیه توی سبک دوندگی و اسکی سواری که شما باید به عنوان اسکی سوار با غلبه به مشکلات و موانع مختلف که سفر طولانی رو طی کنید. همچنین باید از موانع و مکان‌های مختلف عبور کنید و ماجراهای متنوعی رو تجربه کنید و از سکه‌های زیاد جمع کنید که میتونید با استفاده از سکه‌ها آیتم‌های جدید بخرید و شخصیت بازی رو ارتقا بدید. از ویژگی این بازی میشه اشاره کرد به داشتن 180 هدف مختلف، گرافیک فانتزی و گیمپلی منحصر به فرد، نورپردازی جذاب و افکت‌های آب و هوایی مانند شهاب سنگ‌ها، طوفان شن و غیره، امکان باز کردن شخصیت‌های جدید و ارتقا دادن اونها و داشتن جلوه‌های صوتی بسیار جذاب. میتونیم به ویژگی این بازی اشاره کنیم. ببینید بچه‌ها، یه بازی آوردم براتون، خوراک چیل، خوراک بازی برای نصف شب. بچه‌ها توی این بازی شما نقشه راننده رو دارید که به طور خیلی بی هدف نصف شب میزنید به دل جاده جنگلی. توی این جاده جنگلی ممکنه که بارون بیاد و شما باید توی این جاده خیلی تاریک رانندگی کنید. بچه‌ها توی جزئیات بازی هم دقت زیادی شده. مثلا وقتی توی جاده جنگلی خرگوشا رو میبینید، وقتی بهشون نزدیک میشید از صدای ماشینتون میترسن و فرار میکنن که معلومه با این حجم خیلی کم به جزئیات بازی هم دقت شده. بچه حالا که تا اینجا ویدیو اومدید، امیدوارم تا الان لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه، زنگوله هم بزنید تا هر موقع ویدیو جدید گذاشتم بازی جدید رو ببینید. پس لیتس گو، بزن بریم سراغ بازی بعدی. خب بچه بازی سوم براتون یه بازی آوردم آقا، نوستالژی قدیمیه، همتون بازی کردید ولی واقعا بازی خفنیه و حتما اگه یه بار بازی کردید یه بار دیگه بهش فرصت بدید بازی کنید و اگر تا حالا بازی نکردید همین الان نصفش رو بازی کنید. بچه این بازی تخیلیه که باید توش شما با گوله‌های فلزی که دارید بزنید شیشه های جلوتون رو بشکنید که واقعا خیلی حال میده. یکی از نکات مثبت این بازی صدا گذاری شد. شما وقتی این گوله‌های فلزی رو به شیشه به سمت شیشه پرت میکنید، یه صدای باحال شکستن شیشه میده که واقعا حالتون رو خوب میکنه. لایک یادتون نره، بریم سراغ بازی بعدی. خب بچه ها، رسیدیم به بازی چهارم. بازی چهارم یه بازی آوردم که همتون قطعا تو این استاری دیدش ولی ایشی یا اسمشو بهتون نگفته یا نتونستید پیداش کنید دانلودش کنید. ولی خب من الان هم اسمشو بهتون میگم، هم خودم لینک دانلودشو براتون میذارم که برید دانلود کنید، بازی کنید، کیف کنید. بازی بعدمون یه بازی که توی این استا خودتون همش گیم پلیشو دیدید، وسط آب خیلی بیادب با چند تا ضربه یه شهر عادی برای خودتون بسازید، خونه درست کنید، زمین درست کنید. خلاصه که این بازی خیلی جالبه، یه گرافیک فانتزی باحال داره و میتونید نصب کنید، بازی کنید و آرامش بگیرید و لذت ببرید. بچه‌ها خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا آخر دیدید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. کانال تلگرام رو دنبال کنید، لینک دانلود بازی‌ها رو اونجا براتون میذارم. لینک کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن هست و کانال اینستامون هم دنبال کنید، بعضی از بازی‌ها رو اونجا معرفی میکنم. خلاصه که این بازی‌ها رو نصب کنید، بازی کنید، آرامش بگیرید. خدا نگهدار.